این زمین را ارج از عرش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان. اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست. از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان. این زمین را ارج از عرش است. بیاموز هرچند بیتوانیا، مگر خویشتن شاد گردانیا. این زمین را ارج از عرش است. шунавандаи азиз, шумо хониши бадеиро таҳти унвони достони носкул дар пешниҳоди муаллиф ҷонибеки асрориён ва коргардон зубайдуллои ҷонмуҳаммад мешунавед. داستانی ناسکول. حکیم فردوسی و خطلان. آغاز گفتار چهارم. از شکوه و نفوذ شهرستان و دهات هیتالیان، عظمت و توانایی حاکمانش و رزماوری مردمانش در برابر دیگر نوشته ها شاهنامه حکیم فردوسی کمک رسان ما خواهد بود. در این موضوع اظهار نظر کردن و شاید دوباره برگشتن آن ضرورت نداشت، ولی مراجعت به شاهنامه سببهای دیگر نیز دارد. نخست موقع و مقام خطلان در شاهاصر بیزوال و دیگر شاعران پیشین از دید تاریخ شناسی به درجه ضروری مورد آموزش قرار نگرفته است. دیگر در رساله های محققان و متنهای خطی خاصه ابن اسیر از پیوندی حاکمان خطلان با بهرام گور اشاره رفته است. از این رو بار دیگر به شاهکاری بزرگوار پیوستیم. متاسفانه دلیل جدی و دلگرم کننده در پیوستگی بهرام گور با حاکمان عصرهای 9 دهه خطلان به دست نآمد، هرچند عمومیتی که از عنعنه، عادت و رسوم تا تاریخ و زبان ثابت شده است معمولاً و نیاز به اندیشه های تکرار ندارند. شاید سمت آموزش را بر ریشه و کنده بهرام چوبینه کشیدن لازم باشد. روند تشکل خلقیت‌های ایرانی بنیاد دولت‌ها و تمدن ایشان را تاریخ در صحیفه‌های خویش نگاه می‌دارد، چنانکه که مرکز آیین و کش و تمدن نخستین شرق ایران بود و به غرب انتقال شد. پرنی‌ها قبیله‌های از میان رودهای آمو و سیر برخاسته به غرب حرکت کرده دولت بزرگ اشکانیان یا پارت‌ها را بنیاد نهادند که پهله نیز شناخته می‌شوند. در سالنامه‌های یونانی ارشک را که اساسگذار امپیره بود باختری عنوان دادند. چون این گفته شد بنیاد اپوس مردمی گورگولی به صورت گورزاد یا پوریگور و ژانر سازی و آوازی فلک به شکل پهلویات از همان آوان مانده که قبلا اندیشه هایمان را مفصل بیان داشته. با قول هنرشناسان ایرانی پهلویات جمع پهلویه به معنای مجازی و طبعی، شجاع، دلیر، بزرگ که در عین حال به صورت پهله و پهلوه به معنای پارت، منطقه یا شهر پارت بوده است. غرض از آوردن اقتباس معنیداد شبیهیت واژه‌های پهله، فهله و هیتل و هفتل می باشد. یعنی همینجا عمومیت چشمگیری را می توان پیدا کرد. و هم در چند نکته دیگر برخورد و امکان اظهار نظر موجود است. چنانه در روزگار حکیم فردوسی از ملک‌های مهم به شمار می رفت و در سیاست و مقرر نمودن مقام حاکمان نقش داشت.
و هم در تاریخنامه‌های تا اسلامی عنوان و قهرمانیشان باید فراوان آماده باشد که به دانشمند چون فردوسی روشن شده است و به گمان غالب آن نوشته‌ها پسان نابود گردیدند. در بیشتر داستان‌های حکیم فردوسی عنوان جیحون، پنج معمول، ختلان در شکل هیتال، هیتالیان، هفته و ملخایش یاد می شود، از جمله در داستان 12 رخ. چنانه پس از پیکار لشکر ایران و توران و یاری خواستن گودرز کشواد از خسرو در نامه پیران عنوان ایالات ختلان ذکر شده است. پیران با نیرنگ به گذشتها راضی می شود و آماده است از قلمرو ایران لشکر خود را بیرون بکشد و مرزهای تالقان و فاریاب و اندراب، بدخشان، ترمیز و شینگان و ویسگیر و فراتر از آن فروتر که از دشت آموی و زم همیدون به ختلان درآید به هم به ایران تسلیم کند. مضمون ختلان در مرکز توجه خودی و بیگانه عصرهای طولانی باقی ماند، مثل که هر وقت لشکر ایران حمله به توران می برد و قول از جیحون می گذشت و یقین است سری راهش ختلان می ایستاد. بعضی ها اصرار می ورزند که جیحون فقط با عنوان رودهای آمو و پنج نبوده است، بلکه از نظر حکیم فردوسی عموما به معنای رود است. بله، می توان این نقطه نظر را پذیرفت، اما آنچه ما مثال زدیم فقط همین رود جیحون تاریخی و پنج و آموی کنونی است. در همین روند حکیم دانشمند می خواست هم ختلان و جیحون و وخشاب را صرف نظر کرده نمی توانست. هم هیچ دانشمند این کار نمی کند که بلخ ستون استوار تمدن آریایی است و ختلان یک جزء اساسی آن و چند نکته دیگر که در جریان محاکمه بیان خواهد شد. حکیم فردوسی داستانی را که به دوده کهن‌ترین شاهان ایران بخشیده می شود از پادشاهی شاپور آغاز می کند. پس از او پسرش بهرام به تخت می نشیند و او را یزدگرد عوض می نماید. بهرام گور پسر یزدگرد است که 63 سال سلطنت رانده است. توانایی، دلیری، شیواتیری و چابک سواری بهرام خواننده را مفتون می کند. لحظه به تخت نشستنش به طریق ذیل تصویر شده است. جهاندار بنشست بر تخت عاج، به سر بر نهاد آن دل افروز تاج. به گیتی برآمد سراسر خروش، به آذر بود این جشن روز سروش. بهرام در مورد پادشاهی به آیین گذشتگان از جمله طهماسپ دادگر و نخست پیامبر ابراهیم زردشت صداقت می‌ورزید. بر آن دین زردشت پیغمبرم، زرای نیاگان خود نگذرم. نه هم دین زردشت پیشم بروی، براهیم پیغمبری راست گوی. در فصل یافتن بهرام گور گنج جمشید را پدیده غلطی حکایت می شود که از خردمندی، آگاهی، انصاف و جوانمردی بهرام دلیلند. مرد به نزد شاه می آید و دهقان و کدخدا بودنش را آشرف می کند و از خصوص دریافت گنج بزرگی هم. با امر بهرام وارد خانه خزینه می شوند و می بینند دو گاومیش زرینی بر پای راست، آخوری پر از زبرجد و یاقوت، دو گاو دیگر شکمهایشان پر از انار و سیب و بیهی و درون میوه ها همه از دوری خوشاب سر به سر و تندیس های شیر و گور که چشمانشان از یاقوت و بلور و غیره. موبد در تن گاو مهر جمشید را در میابد. به هنگام جمع چون سخن راندن ورا گنج گاوان همی خواندن. بهرام از این گنج بهره نگرفت و نخست به لشکریان و به محتاجان قسمتش کرد. شنونده عزیز، با خواندن این قصه عملی خردمندانه پیشوای ملت پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان از خاطرم گذشت. چند سال قبل مرد به کلوار بزرگ به قبول سرور دولت می آید و اصرار می کند که سخنش را تنها به پرزیدنت خواهد گفت. در شاهنامه منظره همچنین است. بدو گفت موبد چه خواهی بجوی، تو شاه جهان را نبینی بروی. بدو پاسخ داد که تا روی شاه، نبینم نگویم سخن با سپاه. مردی که به قبول پرزیدنت آمده بود از جهازش خزینه طلا را با تاج و دیهیم کمربند و چند نگاره دیگر که به میراث گرفته بود بیرون آورد. شنونده ارجمند، شاید همین قصه را که بسیاری ها می دانند تو هم شنیده ای.
همکنون نوشته بنده به اندیشه کردنت واد می دارد. به شبهه تو نیز عمومیت پیدا کردی که اشاره است از عملی شخصیت های کامل و وطن پرور. و بنده همین گنجوری را که به پرزیدنت امام علی رحمان هدیه شده بود در آثارخانه ملی تاجیکستان تماشا کردم و هر روز صدها تن از دیدنش بهره می بردارند. این سخن من در اطراف هم داستان شاهنامه فردوسی و هم قصه در باب بهرام گور و پدیده‌ای که در تاجیکستان دایر گردید با پرزیدنت امام علی رحمان برای مقایسه بود. اکنون برگردیم به موضوع. در داستان از خویشی و پیوندی حاکمان ختلان جای اشاره نشده است با بهرام گور، مگر بجز آنکه آورده می شود که چغانی و ختلی و بلخی ردان، بخاری و ازغرچگان موبدان و پیشواز بهرام با نیاییش و باج و برسم آمدند. و در جای دیگر سفرای پس از مرگ پیروز از خوشنواز گیله می کند که نبیره همان را کشته که نیایی تو زین خاندان زنده بود، پدر پیش بهرام چطور بنده بود. داستان از روزگاری پرشور شر عهد باستان قصه های عبرت آموز دارد. جای هم حکیم فردوسی به تاب و توان هفتلیان تن می دهد. در بخش بر تخت نشستن هرمز و ستیدن تاج او برادرش پیروز از ماجراهای دربار برای تاج و تخت حکایت می کند. و شنونده عزیز، واقع این دستور صورت گرفته است که هرمز به برادرش زشت می گوید و حرفهای ناگوارا و پیروز از شاه هیتالی فغانیش که به قول حکیم فردوسی جهانجوی و بالشکر و گنج و کام بود امداد می جوید و فغانیش عهد می بندد که و پیمان سپارم سپاه تو را، نمایم سوی داد راه تو را، که باشد مرا ترمیز و ویسگیر، که خود عهد این دارم از یزدگیر. و بدین بدو داد شمشیر زن 30,000 زی هیتالیان لشکری نامدار. از این بعد و سخنان پیروز به فغانیش که تو راست میگویی، فزون زان همه پادشاهی تو راست مقرر می شود که سرزمین خیلی پهناور و دارای نفوذ بزرگ بوده است. در جای دیگر حکیم فردوسی جلال و نیروی دولتمردان هیتالی را به تکرار تصدیق می کند، چنان اینی که قباچا از آنها کمک تقاضا دارد و به پیمان صادق می مانند. پذیرفت شمشیر زن 30,000 همه نامداران گرد و سوار. در این ردیف شنیدنی و دلنشین است داستان‌های شاهنامه حکیم فردوسی. در داستان‌ها ایران و توران مدام در جنگند، ولی فردوسی یکی را بر دیگری افضلیت نمی‌دهد. عدلگستر و نیرومندتر تصویر نمی‌کند. طبیعی است که از روی خیرت بر ذکاوت و فراست آنان ارج می‌نهد. چنان قصه از برخورد لشکری پیروز با نیروهای خوشنواز است. شاعر از توانایی هیتالیان و پیمانشکنی پیروز سخن میگوید. شاه ساسانی به ادب شاهان پیشین و خاصه بهرام گور قدر انجام داده است. سخن پیرامون منور می رود که سرحد مقرر شده بود و نمی بایست لشکر ساسانی از دیار هیتالی میکرد. پیمانشکنی به خوشنواز رسید که گفت همه بیش کند عهد بهرام گور، بر این بوم بر تازه شد جنگ و شور. و خوشنواز دبیر را دعوت می کند و نامه به پیروز می نویسد که اوی عملت نامطلوب است و شکست پیمان کار خسرو نجادان نباشد. چون این گفت که از شاهان داد و گردی نخوانمت خسرو نژاد، نه این بود رسمی نیاگانی تو، گزیده جهاندار و پاکان تو. چو پیمان آزادگان بشکنی، نشان بزرگان به خاک افکنی. مرا نیز پیمان بباید شکست، بناچار بردم و شمشیر دست. و خوشنواز برای آمادگی به جنگ پرداخت و با حیله جنگی هندق کافت تا پیروز را مغلوب نماید. و واقعا چنین شد. در آن هندق 7 تن از خسرو نژادان افتاده بود که اکثرشان هلاک شدند. در میانشان پیروز پیمانشکن نیز بود. برآورد از آن کنده هر کس که زیست، همه تخت بر بخت ایشان گریست. شکسته سر و پشت پیروز شاه، سری نامدارانی با تاج و گاه.
با شرافت دیگر سرچشمه‌ها یقین می‌شود که حکیم فردوسی با آثار پیشینیان آشنا بوده است و محل و مکان تاریخی را دقیقاً پیش‌رو می‌آورد. موافق آثار تاریخی در سال 484 میلادی پیروز پادشاه ساسانی را پیشوای حیاتیلک مورخین ایران خوشنواز ذکر کردند کشت. این اسم خوشنواز تحریف است از کلمه اخشنوار که در خط فارسی پیش آمده است و تیافن مورخ معروف رومی نام او را افتانالوس ذکر کرده و کلمه افتالیت یا هفتالیت که پس از آن مورخین رومی برای تسمیه حیاتیله به کار بردند از همین اسم آمده است. بنا به تحلیل منبع‌ها و باخت و هلاک بی‌شرفانه پیروز که دانشمندان اصیل مثل می‌زنند، ایران به تهلکه افتاد. به قول سرچشمه‌ها در ایران حتی در ایام امانی کسی نبود که جسورانه و ناترسانه به هیتالی نگرد و اگر نام هیتالی را شنود حتی به لرزه می‌آمد. با شکست سلطنت هیتالیان در صحیفه‌های تاریخ تخارستان پیدا می‌شود و مرکز آن نیز بلخ بود که ناحیه‌های جنوبی تاجیکستان، ولایت سرخندریای ازبکستان و ناحیه‌های شمال افغانستان را در بر می‌گرفت. اصلاً تخارستان ابتدای عصرهای میانه از جهت مساحت با باختر قدیم شباهت داشت. در همین آن یکی از ملک‌های پراقتدار تخارستان ختلان بود و پایتخت آن سیچوکن نام داشت و قرارگاه پادشاه حسابیده می‌شد. مواد با دست آمده امکانیت می‌دهد نتیجه بگیریم که مرکز ختلان در دوران کوشانی و یا هیتالیان گرد و ونه ناسکول باید بوده باشد. همان آوان پایتخت در حمایه دیوار طبیعی سرتیز و رود سیراب یاقسو استوار بوده است با درختان انبوه، چشمه‌ساران سرشار و دهات آباد و مردمان زحمتکش و دلاور. در این خصوص فکر جالب از داننده منبع‌شناس غالب غایبوف موجود است. او در تکیه به نوشته ابن خرداد به در شهری که خوتل نام دارد به نتیجه می رسد که خوتل هم نام ولایت بود و هم نام شهر. از روی خلاصه نهایی غالب غایبوف مرکز تا اسلامی ختلان شهر خوتل در حدود امروزه دهه قینر موقع داشته است. همان محلی که آب مصفای ناسکول بیش از 1000 سال است که جاری است. انجام گفتاری چهارم. شما خوانش بدیعی را تحت عنوان داستان ناسکول در پیشنهاد مؤلف جانب کسراریان و کارگردان زبیدالله جان محمدов شنیدید.